میخوام یه ترفند روانشناسی بهت بگم که باهاش بتونی حتی کشتی بفروشی. بریم با هم دیگه یه چیز جالب ببینیم. یه تعدادی آب معدنی و نوشابه گرفتم، میخوایم اینا رو بین آدما پخش بکنیم و اون ترفندی که بهتون گفتم و پیاده میکنم روی آب معدنی و نوشابه. آخر کلیپم بهت میگم که تو چجوری میتونی از این ترفند واسه فروش محصولت استفاده کنی. آب معدنی میخواین؟ ممنونم، متشکرم. میخواین؟ نه ممنون. نمیخواین؟ نوشابه میخواین؟ نوشابه است، رایگانه. زنده باشید. ایشون هم نخواست. آب معدنی میخوای یا نوشابه؟ آب معدنی میخوای. مرسی که صادقانه میگی. برو. مرسی. اسم این تکنیکی که امروز نشون دادم تکنیک فریمینگه، یعنی یک چارچوبی توی ذهن آدمو درست میکنی که اون کاری که تو میخوای انجام بدن. توی حالت اول وقتی من از آدم‌ها میپرسیدم نوشابه میخوای یا آب، اکثرا جواب ندادن به ما. دلیلش اینه که وقتی تو جواب آره یا نه از آدم‌ها میخوای بگیری خیلی راحت‌تر میتونن نه بگن. ولی توی تکنیک دوم من 2 تا گزینه دادم، گفتم آبو میخوای یا نوشابه، و تقریبا اکثر کسایی که من بهشون این پیشنهاد دادم یک کدومش رو انتخاب کردن. حالا تو چطوری میتونی از این تکنیک توی فروش خودت استفاده بکنی؟ از این به بعد به جای اینکه به مشتری بگی محصولو میخوای یا نه، بهش بگو که از این محصول رنگ قرمزشو بهت بدم یا آبیشو. زمانی که طرف میخواد پرداخت بکنه، به جای اینکه بهش بگی که میخواین پرداخت بکنین یا نه، بهش بگو که دوست داری نقد پرداخت بکنی یا کارت به کارت بکنی، و کلی راهکار دیگه که همونطوری که بهت گفتم میتونی باهاش حتی کشتی هم بفروشی.